دیگه روزا زورا میمانیم از راه سرک 5 امروز میخوایم بریم چهارراهی سرک 5 تیمنی را ببینیم. چهارراهی سرک 5 یکی از مزدحم‌ترین چهارراهی‌های شهر کابل باشه. ساختمان هم همیشه در اون وقت دیگه دوستان عزیز که هتل‌ها شیشه‌ای بودن. این هتل دیگه واه این هتل قصر پاریس، شام پاریس، هتل‌های چهارراهی سرسبزی هستن. من میگم براتون یک هتل‌هایی بودن دیگه، یک نام و نشان داشتن که هیچ هتل کابل نداشت. هتل‌های میدان همیشه در صدر بودن، اما درجه به هتل‌های عروسی آدرس میتن. این هم رابندی دوستان عزیز سرک چهارراهی سرک 5 ایسنا مترستاد است. اون طرف هم که اونو قصر شاهی هست، اون طرف هم بند است. اونه موترا این دو سرک میره دیگه، باش که دو سرک بند کنه باز دو سرک دیگه اعلام میکنه. سلام عزیزان دل، انشالله که خوب و صحتمند باشین و زندگیتون با خوبی، خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی، امروز گذشته است تیمنی کابل. تیمنی زیاد دیدیم، اما امروز میخوایم برخلاف بریم. دیگه روزا زورا میمانیم از راه سرک 5 امروز میخوایم بریم چهارراهی سرک 5 تیمنی را ببینیم. چهارراهی سرک 5 یکی از مزدحم‌ترین چهارراهی‌های شهر کابل باشه. ساختمان هم همیشه نشان داریم دوستان عزیز، بازم میخوایم نشانتون بدیم چقدر زیبا جور شده. تا زینه به زینه پته به پته ور جور شده. تانسته که مو سرک که دور خورده هموش هم درست بسازه و هم خانه ها را یک بغله جور کنه، یک نمای بسیار زیباتر از بیرون داشته باشه. تیمنی کابل پر از ساختمان ها و چیزای زیبا هست دوستان عزیز. همیشه وقت همونطور بوده. تیمنی یکی از منطقه های مشهور و محبوب شهر کابل است و مرکز شهر کابل است و البته که همگی ما دوستش داریم و نوش جان کسایی که اینجا خانه دارن و خانهشون نزدیک به شهر و بازار هست. میخواستم ببینیم که چه یک ساختمانک های افتورخ از دوستان عزیز. ببینیم افتورخ همونطور بازم از این طرف صبح فکر کنم که آفتاب میخوره دیگه تا چاشتونو ساختمان خوستن، چون که آفتاب هم از اموسو بیرون میشه. این هم دوستان عزیز تیمنی پروژه است، سلالم از سرک و کوچه چهارم. البته از تیمنی سرک چهارم و کوچه چهارمش. سرک ها کوچه دارن دوستان عزیز. 5 سرک داره تیمنی، از چهارراه ناصر خسرو که شروع میشه تا این طرف. حالا را رسیده بینید دوستان عزیز روشن مارک پلو و علیسیال خوستی روخان فکر کنم دوستان عزیز پانتون هم داره، نه؟ نگر شما نکنیم در کابل میگه پانتونش خبر ندارم، اما هینه مکتبش خوب در همین سرک 5 تیمنی هست. این طرف هم دوستان عزیز شمشاد کانتیننتال رو در تصویر میبینیم که یکی از هتل‌های عروسی هست که شیپ خود تغییر نداده و به صورت عربی جور نکرده. اما این روشن مارکو پلو که هست دوستان عزیز، این شیپش نه و شیپای شیشه‌ای سابق است و نه هم عربی. ما در ویدیو قبلی هم گفتم که ایدم زمانهای آخر که هتل‌ها نو به صورت عربی شروع کرده بودن کار که تغییر بدن، جور کرد دم آخرها خواست که دیزاین نو بزنه. هم دیزاین نو که زد هتل‌ها عربی شدن میگه ای باز اما تو ماند و البته به نظر من این شیپ بسیار مقبول از دوستان عزیز، زیبا هم است. در اون وقت دیگه دوستان عزیز که هتل‌ها شیشه‌ای بودن. این هتل دیگه واه این هتل قصر پاریس، شام پاریس، هتل‌های چهارراهی سرسبزی هستن. من میگم براتون یک هتل‌هایی بودن دیگه، یک نام و نشان داشتن که هیچ هتل کابل نداشت. هتل‌های میدان همیشه در صدر بودن، اما همین شام پاریس و همینا باز کم کم از اون وقت به بعد از رونق افتادن. حال کس مقدر عروسی نمیگیرده اونجا.
یا آپارتمان ببینن در چی یک جوری هست. این تو خانه افتادگاه باشه دوستان عزیز، آدم واقعا کیف میکنه. این سرک 5 از دوستان عزیز که ما هستیم یالا گذاشتیم، اون طرف هم اونو سرک 5 است. خانه ها کلان آفتابراه، خصوصا این واحد کی طرف است، این واحد دیگه کلان آفتابراه است، همه اتاقایش منظور است. فلافل ایرانی محمد فدا محمدی را در تصویر میبینید. فلافل میتره هیچ دوستان عزیز چندانه سوپ هم هست، چکن سوپ که واقعا همشان مزدار است، جزو بهترین ها هستن. این طرف خصوصا در وقت شب و این طرف های دیگر بعد از آذان شام واقعا اینجا با سوپ میتون میچسبه دوستان عزیز، کیف میکنه که تو بسیار خوبش. چارای پروژه دوستان عزیز امیالم بند است، خستگک از دوستان عزیز یه وقت شریعه خوب چیزا تلاش تا مردم چیزای گرم میخورن. چارای امیالم بند است، ترافیک ها دو سرک ایلا کرده و دو سرک دیگه مسدود است. تالار عروسی قصر شاهی رو در دو طرف سرک دوستان عزیز در تصویر میبینین. این طرف یک هتل دیگه است به نام قصر سفید، کمک کنه معلوم میشه. سلطان شهر بیادر پیش برو، دم سرک میدان پیش برو، چهارراه شهید فرید برو سلطان شهر است. این سرک 5 است، چهارراه شهید یک چهارراه بالاست. باشه بیادر ما سلطان شهر رو نموج از دوستان دیگر شما نکنم دارم نباشه سرک است، خدا کنه که شما نگفته باشم خیلی اعتبارم نمیه. به هر صورتش هتل‌های عروسی زیاد است، مردم دلتر اینجا به هتل‌های عروسی آدرس میتن. این هم رابندی دوستان از این سرک چهارراهی سرک 5 ایسنا موتر استاد است. اون طرف هم که اونو قصر شاهی هست، اون طرف هم بند است. اونه موترها این دو سرک میره دیگه، باش که دو سرک بند کنه باز دو سرک دیگه اعلام میکنه. خوب دوستان عزیز دیگه ما نمیخوایم از زیادتر اون طرف بریم. انشالله سرک میدان رو در یک ویدیو جداگانه براتون نشان میدم. امیدوارم که ویدیو خوشتون آمده باشه، از ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کنین، در کانال همچنان سابسکرایب کنین تا وقت اون طرف سرک بچویم تا جایی که تا سرک بند است تا باز نشده دیگه. تا داره بعدی دوستان عزیز همه تانه به الله متعال پاک و بنیاز میسپارم. روز خوب خود داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه تان.